سلام، من پژمانم. سلام، منم فلورم. من و فلور زن و شوهریم. خیلی وقتا میایم موتور سواری تو شهر گشت میزنیم، خوش میگذره بهمون. تصمیم گرفتیم که این کانال یوتیوب رو راه بندازیم، این لحظات رو با بقیه به اشتراک بذاریم. اینجا الان ما توی بلوار هفت تیر شهر مشهدیم، داریم میریم به سمت بلوار وکیل آباد. هوا امروز یکم سرده بازم. آره ولی صبح گرم بود، من بیرون بودم. آره صبح خوب بود، الان یه مقدار دوباره سرد شد. آفتاب که میره هوا سرد میشه. آره فلور، امروز یه اتفاق خیلی عجیبی افتاد. رفتم آبربانک پول کارت کنم. یه پسر بچه مثلا 13-14 ساله جلوم بود. این نمیتونستش. یه نفرم تو ماشین کنار خیابون وایساده بود، داد میزد بدو. این بچه نتونستش. رفتم به ماشین و بعد نوبت من شد. این بچه که رفت نوبت من بود. رفتم رو سکو وایسادم که کارم انجام بدم. بعد یارو که میگم تو ماشین بود، بزرگتر این بچه بود، یهو دیدم من رو سکو بودم، اومد بغل دست من وایساد. بزن دیگه. بودم خیلی خوب دارم میزنم دیگه، برو پایین ده من بزنم، میخوام رمز بزنم. رمز به درد گوه من میخوره. بعد گفتم آقا مؤدب باش. بعد منو هول داد رو سکو پایین و زد انصراف کارت منو گرفت و گفت بیا بگی میکنم تو کونت. گفتم بابا وحشی. بعد اینقدر ولی خودم رو کنترل کردم که دری بهش نگم، چون میرسم یه شهر رو میشه اگه دری میگفتم. عصب نداشتش، چون معلومه که اعصاب و اینا نداشته واقعا. ولی از یه طرفم خندم گرفته بود که این بیانه چه رفتاری رو میکنی. واقعا یه سری خیلی دیوونه شدن دیگه بدبختا. چرا ها خوب شد جوابشو ندادی. آره دیگه یه شری درست میشه دیگه. من سعی کردم دوربین رو جایی بذارم که اون چیزی که خودم میبینم شما هم ببینین. حالا میتونین نظر بدین که ببینین اگه دیدین تصویری که داریم میگیریم دوست دارید مدل دیگه ای باشه تو نظرات بگین که ما اون مدلی تصویر برداری کنیم. چه بادی هم میاد، امیدوارم صدای باد اذیت نکنه. سرمای مشهد خیلی خشکه. آره یخ میزنه. این بلوار وکیل آباد قبلا یه 23-4 سال پیش این پولار نبودن اون روی بلوار وکیل آباد. اون زمان ما تازه اومده بودیم مشهد، اینجا دور برگردون داشت و تازه شروع کرده بودن به پل زدن. مترو و این پولا و اینا نبود اون زمان. این وسط مردم میومدن شبا پیکنیک میکردن، جالب بود برایش. بله من یه تصویری یادمه از این وسط بلوار. من سنم خیلی کم بود، اومده بودم تابستون مشهد، بعد خیلی خانواده خیلی آمده بودن، همه اومده بودن این وسط نشسته بودیم. من یادمه یکی از دخترای آشناهامون به خدا بیامرزتش خیلی جوون فوت کرد. صداش خیلی خوب بود. همیشه شبا که میومدن اینجا همه فامیل اینا میومدن اون میخوند. قشنگ این تصویر تو ذهنمه که داشتش آهنگ برای روز میلاد تن من معین رو میخوند. خدا بیامرزتش. خدا بیامرزتش. خیلی هم جوون بود فوت کرد. آره یه دفعه یادش افتادم اینجا رو که گفتم. خب الان هم ترافیک موتور خدا که همین ترافیک دیگه که بتونی از ترافیک فرار کنی. بچه من فوبیای ماشین بزرگ دارم، خیلی میترسم، مخصوصا موتور که خیلی ترسناکم.
به سمت راست من الان یه بلواریه که به اسم بلوار کوثره. سابق‌ترین بهش میگفتن اینجا رو میگفتن سرای کوکا، هم به خاطر اینکه کارخونه کوکا داخل این بلوار ساخته شده بوده قدیم. این بیمارستان هم تازه ساخته شده. تازه که یعنی 20 ساله. آره، نسبت به بیمارستان‌های دیگه مشهد جدیدتره. آره. بریم تو باهنر. بریم. این دوستمون دیوونه شده. عجب شلوغه. بلوار باهنر رو من خیلی دوستش دارم. خیلی بلوار خلوت و اصیلیه. آره، سمت چپش کامل دانشگاه فردوسیه، سمت راستش هم کوچه های مربوط به بلوار باهنره. اسم کوچه هاش هم همشون یا اسم دکترا یا اساتیدیه که توی دانشگاه تدریس میکردن. آره باحاله. فلان داستان دانشگاه چی بود؟ از کی شروع شده بود؟ ببین از سال 1328 خب دکتر محمد تقی شریعتی و یکی از دوستاش اسم اون یکی استاد دانشگاه چی بود پشما، من تو اسم یکم ضعیفم. فکر میکنم دکتر صحابی بود. آره دکتر صحابی با هم یه دفعه نشسته بودن داشتن صحبت میکردن و اینا میگفتن چه حیف که ما نمیتونیم بچه هامون توی خود مشهد درس بخونن، باید برن یا تهران یا برن تبریز. البته اون موقع هم که رفت آمد خیلی سخت بود دیگه. کاش که اینجا یه دانشگاهی بود که بچه های ما میتونستن همینجا درس بخونن. خلاصه تصمیم میگیرن که یه جایی رو اجاره کنن نزدیکای میدون تقی‌آباد مشهد. آره، یه خونه قدیمی رو اجاره میکنن، شروع میکنن که اولین رشته هم رشته پزشکی فکر میکنن شروع میکنن. بعد یه مدت هم دکتر قنی که اون موقع سیاستمدار بوده، یعنی جزء دولت و دم دستگاه بوده، با این طرح اینا خیلی حال میکنه، میاد کمک میکنه که دانشگاه رو توسعه بدن. دکتر شریعتی خود علی شریعتی هم خیلی کمکشون میکنه. آره، اون زمان میان یه زمینی رو که مال اوقاف بوده، ماشینه انتر چطوری اومد رفت، زمینایی که مال اوقاف بوده اینا یه زمین میگیرن مال که حاج حسین ملک وقف کرده بوده. واسه با بدبختی و وزارت لابی بازی و فلان و اینا شروع میکنن دانشگاه رو ساختن. بکنم هم کی بود فلور چیز شد؟ سال 35 فکر میکنم دانشگاه تأسیس میشه. آره، اسمشو میذارن اون موقع دانشگاه مشهد. خب ولی سال 1354 اسمش رو عوض میکنن و اسمش رو میذارن دانشگاه فردوسی. آره، دانشگاه خیلی بزرگیه، سومین دانشگاه بزرگ ایرانه. اولیش تهرانه، دومیش تبریزه، سومیش هم دانشگاه فردوسی مشهده. فکر کنم خیلی کسایی که اینجا درس خوندن و الان احتمالا خارج از کشورن یا جاهای دیگه‌ان، این تصویرها براشون خیلی خاطر انگیز باشه. حالا بریم از این طرف هم، حالا که راجع به دانشگاه گفتیم، بریم در اصلی دانشگاه هم نشون بدیم. این دانشگاه یه طرفش
با هنره، یه طرفش بلوار وکیل آباده، یه طرفش یه بلواریه که من اسمشو نمیدونم و بعد یک طرفش هم بلوار پیروزی میشه. آره باز دوباره به چند تا کوچه کوثر هم باز میخوره به دانشگاه. داداش بیا تو دیگه. هم بلوار وکیل آباد مجدد، این سردر اصلی دانشگاه فردوسیه. من اینجا خود یواش میرم که کامل دیده بشه. همچنان دانشگاه ادامه داره تا فلکه پارک یا میدون آزادی. البته تو مشهد به اکثر میدونا میگن فلکه. نه به اکثرش، آره به اکثرشون میگن فلکه، به بعضیش میدون میاد دیگه، نمیتونن میگن فلکه. مثلا وقتی میخوای بگی میدون آزادی نمیاد بهش بگی فلکه آزادی. واقعا کسی به اینجا نمیگه میدون آزادی، آره دیگه میگن فلکه پارک. و یه چیزی دقت کردی وقتی که یواش رانندگی میکنی کمتر دلت میخواد فحش بدی، وقتی که تند رانندگی میکنی بیشتر دلت میخواد فحش بدی. اصلا فحش دادن کار بد عزیزمی، اصلا فحش دادن یکی از لذت‌های زندگیه. داره برای شما شاید، برای همه همینطوره. دوستان لطفا نظر بدین کسانی که فکر میکنن فحش دادن یکی از لذت‌های زندگیه لایک کنن. نه کسایی هم که فکر نمی‌کنن هم لایک کنن. آره کسایی هم که فکر نمیکنن لایک کنن، ولی نظر بدین که من مطمئنم که درصد خیلی زیادی از آدما دوست دارن که فحش بدن. اونایی هم که به زبون نمیارن قطعا تو دلشون فحش میدن، این شک نکن. خب اینم از داستان دانشگاه و یه دور دانشگاه گشتیم تقریبا. نه با تازه یه ذره از دانشگاه رو دور زدیم. آره امروز صبح من توی بلوار وکیل آباد داشتم میرفتم سر کار، بعد ترافیک عجیب غریبی بود. بعد وقتی که نگاه میکنیم میبینی که واقعا 50% ترافیک مقصر خود مردمن، یعنی خود ما این که رانندگی میکنیم. حالا 50%ش ممکنه به خاطر زیر ساخته باشه، ولی واقعا 50%ش هم خودمونیم دیگه. یعنی بعضیا انقدر دیوونه وار و روانی وار رانندگی میکنن فکرت میفته، تو هر سوراخی میخواد طرف خودشو بچپونه.
در صورتی که همین کار باعث میشه که دیرتر هم آره دیگه. بعد فکر کن بلوا وکیل آباد من مثلا تا سر کوثر همینقدر شلوغ بود، از سر کوثر به بعد یه دفعه خلوت شد. یعنی دقیقا معلوم بود که یه عده خلمال اون وسط بودن باعث ترافیک شدید شدن. باز اینم یه در دانشگاه. آره اینجا هم یکی از درهای دیگه دانشگاه است. اینجا هم میره دیگه، از اینجا میره به سمت بلوار پیروزی. فکر میکنم برای امروز دیگه بسه که هوا هم خیلی سرده، ما هم خیلی وقت بیرون بودیم. آره خیلی سرده هوا، خیلی سرده دیگه. کم کمک ما بریم به سمت خونه. برای امروز دم همگی گرم که ما رو نگاه کردین. فعلا خداحافظ.